یکی از ویدیوهای دیگه من خوش اومدیم. امروز اومدیم با هم یه سری سروایول شروع کنیم که من یه بار واسهتون ریکورد کردم، متاسفانه ریکوردرم خراب شده نکرد مثلا ریکورد، ولی من دوباره شروع کردم که خیلی از سری خفنی بشه و آره دیگه اسکو شکست. آره اینجا یه ماده‌ای اد کردم خیلی جالب، خوب میکنه، خیلی جالبه، بزرگترین خیلی جالبه کلن. و آره دیگه اینجا دوستم هم قراره بیاد و با هم کل کارا خفن بکنیم. آره دیگه و اینا هم من جمع کرده بودم ولی متاسفانه نگرفت ریکوردرم و آره خلاصه گند زده شد توش. اینجا هم قرار بود یه خونه بسازیم. اوکی داره شب میشه، یکی شب کلن، پس اینجا ما میگه نمیدونم ببندم. نه بایستا اینو بخوریم، چه جالب عجیب میخوره. اوکی یه دست رو اینجوری با دست میزنیم. اوکی اون کولا رو من نیاز دارم، البته نه الان نمیدونم بجا خب مثل یه دونشون رو فقط نیاز دارم. خوبه این یه دونه خوبه. تیلیسکو بریم شبه تخت میبنیم اینجا رو. خب به نصف شبه الان، بله نصف شبه تو ماینکرافت. این شب اولمه که دارم پلی میدم. همینطور توی چیز قبلی که داشتم ریکورد میکردم که قشنگ داشت ریکورد میکرد، من اومدم کلن ساختش و ویدیو گرفتم ولی این انجام نداد و آره دیگه نشد. ولی کلن ساختش رو یعنی فیلم گرفتم. این فیلم گذاشتیم نور میده، چرا نور نمیده؟ یه اپتیفان هم خود داشته باشتیش عجب بالایی هست. یه چون جالب بولشه این فقط همین هیچ روشنایی نمیده. لیتس گو. آره دیگه خلاصه اینم چی ندارم بپزم. اوکی یکم بزرگتر کنم. آره دیگه اگر خواستیم میتونیم منو اد کنیم. اسم من خیلی ساده است، ایران 2244. میتونیم اد کنیم، بیاین تو سرورم با هم پلی بدیم. یکم باید بدیم. لیتس گو. همه اسمای من ایران. اد فرند سرور ادش میکنم. نه طرف آنلاینه، پس بیاین باید بهش اینوایت دادم. جوین شد که جوین شد، جوین هم نشد که هیچی، ما مشکل نداریم. آره دیگه اینم از شب اولم که داریم خوب پیش میریم. این فقط خیلی باحاله. ببین راستی این کیفش هم داره، دنیا یه شنل مخصوص به خودش داره که اگه ببینیم ببینم تو بازی میاد. آره این شنل اومد ببینیم شنل خیلی باحالیه که خود این شنل هم خیلی خفنه. و آره حالا بریم اینجا یکم بزرگتر کنم. من کسی هنوز جوین سرورم نشده، البته سرور نیست، مولد خودمه و آره دیگه
ترش همه ترش دست با دست میزنی عجیب غریبه. بعد موقع ماین با کلنگ اینجوریه، چه جالب ماین میکنه. موقع زدن با تبر اینجوریه، شمشیرم اینجوریه. کلا خیلی خفنه. باید کلی معروف باشیم فکر کنم، چون خیلی کارم میکنه، خیلی جالبه. و فقط هم نیست که اینجوری و اونجوری میکنه، یعنی کلا طولهای بازی رو هم تغییر میده. یعنی الان این شمشیر و این تبر و این کلنگ واسه این ریسورس پک چیزم نیست به وارزن. کلا اونو روشنش کردم، ولی خب فقط کراسیرش، مثلا یه کار کردم فقط کراسیرش بمونه. مطمئن خودش کراسیر نداشت. و آره آقا این کراسیرشه، یعنی همه چیزایی که داریم میدیم واسه خود همین ریسورس پک جدید است. چه افکت جالبی داره، ببینیم چه جالب کشتن میشه. نداره دیگه افکت. اوکی تمام شد. ولی افکت، ببین افکتش خیلی جالبه. وای برو وای اون رفت یس. چقدر جالبه سر ثانیه آخر. پس اینا رو میذاریم اینجا که ببینم تا الان باید صبح شده باشه. شب هنوز چرا؟ اوکی صبح میشه برم بیرون. اوکی بریم بیرون. اشکال نداره. Let's go. ای وای من ترسیدم چقدر. دیگه با ما بپرس بگیریم بابا، تو منو نمیتونی بکشی. خونم دارم زامبولی. سلام. اوکی نه نگرم نگه شد. بریم خونه. یه پلیران اینقدر دیگه چون نداشتن که این زامبی رو قشنگ داشت. چه صدای عجیبی. دوخ 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 دوخ. اوکی این کنارم یه کیفه خیلی خفن. بریم دیگه تو خونه. اسپایدر عزیزم تو به ما نگاه میکنه. سلام چاکینی. مثلا ببینم دنساش چجوریه، مثلا دنس الان هم بزنیم فرقی میکنه؟ نه کامان من فرق نداره. اوکی میام تو انگلیزیتون میذارم که همچی تو اینجا بیرون رو که هیچ ماهی هم دستش به من نست. خب و آره لسو بذار یه اتاق کوچیک از خودم درست کنم. ببینید اینجا اتاق منه. اوکی خوبه. من 2 باید فرنیس بسازم، چون یکیش واسه پخت و پز غذا باشه، یکی واسه درست کردن آیران و اینا. Let's go. و اینو کجا بذارم؟ تو اینجا واسه یه اتاق درست کنم. اینجا اینجا بذاریم دوتا این تخت رو میذاریم. کرافتینگ تیبل هم کنارشون. زیاد حال نمیکنم با اینکه کرافتینگ تیبل رو زمین باشه، پس اینجا. اوکی هنوز روز نشده. ببینم چجوری غذا میخورم من. هیچ بالی خفن صداش خط 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 خورد. خب هر موقع تخت گرفتیم اینجا میذاریم ترکی رو تو میذاریم بذارم. اوکی خوبه. اینجا یه ترچ میذارم. بس دقیقا پیانه بودیم از اون موقع تا الان هیچ ترچی نذاشته بودم با اینکه درست کردم. نه اینو گذاشته بودم. اوکی بریم بیرون فکرم تا الان صبح. نه هیچ بچه چرا بازی اینجوریه؟
کلا این شبه. من که ویدیو رو روزش رو شروع کردم فقط اون موقعی که ویدیو او مای گودنس نه پوشن گرفتم. اوکی نه پوشن ولی نیست. وای کو وای خدا دلم میگه بکشم بسته که پوشن زدم به من مردم بچه. اوکی مرد غذا بخور نمیر وای اوکی از یک HP بیشتر کم نمیکنه این خوبه. وای خدا پویزنه تا چقدر است عجیب دمیج میخوره. آی اوکی تا 2 بلاک فکر کنم بیفتم دمیج نمیخورم. وای چی بودیم فکر کنم تا الان صبح باشه. آره دیگه صبح شد بریم بیرون. میگیرم یه شما کردن که ببینیم با هم. آره لسگا اینجا من میتونم برم چوب بکنم من چوب نیاز دارم میکنم من عشق چوبم بچه نمیدونم چطور. اوکی دو پوشن بدی یادم چی پوشنه رفت خدا رو شکر همچین مابا رو مثل آدم بکشیم بده گاف میکشیم. الان بچه من باید بیشتر دنبال چیز باشم تا دنبال گوسفند بشم تا گاو. سلام آقای اندرمن کجایتون؟ سلام. آره حالا میام اینجا ببینم چه خبره. تو خودم نیاوردم نه خوش کنم نه آیرون باشه همینجوری میبینم تا ببینم از اینو بخورم بهتر ببینیم چقدر شوخ دارم من. اوکی نمیبینم چی تو اینجا پس بریم بیرون باز. اوکی من برم دنبال گوسفند و از بس که من بدشانسم اینجا یه گوسفندم نیست. بیچاره گاوه روش دابل کلیک داشتم میزدم. آره این چیه؟ میشه اینجا یه آیرون حداقل باشه؟ آره حاجی عجب آیرونی هم هست اصلا آیروناش TNT دار اسکلتون دار زامبی دار. اوکی من برم که خونم رو فراموش نکنم. حاجی خونم کجا بود؟ اوکی خونمون رو گم کردیم چی هم اونجا نداشتم. خب حالا حداقل یه جای دیگه خونه میسازیم. یه 2 فرنیس بود که اوکی اینجا اینجوری کنه لسکو بکن نمیکنه فهمیدم اینجوری بلاک میکنیم بس اینجوری میکنیم بابا چه ذهنی داری تو لسکو بابا عجب ذهنی دارم من واه چه عجیبا غریبا. ببینیم یه آیرون اینجا نیست. اوکی کول بدک نیست این چی؟ اینا گرسه؟ خب یه فلینت میخوام پس گرول. آره همین گرول یه فلینت بده ما بریم یه قضیه ندارم آماده بشه. کامان من مثلا چی بوده که من از چیز استفاده کنم برای غذا درست کردن از فریز استفاده کنم از کمپ فایر استفاده کنم خیلی فکر کنم راه بهتری باشه. اوکی فلینت داد. آره به جایی که از چیزها علکی
چوبام کم کنم میتونم یه دونه کمپ فایر بسازم و همه جا میتونم ببرم. چه ایکسپیوش باله بسا ایکسپی بده ایکسپیوش ببین جالب. اصلا کلن پک مجلوب آمیز یا حالا تازه اینا اولشه. اوکی بریم مرغا بمیر. بیچاره دیگه بازی شروع کرد سروایوال بازی کردن، هرچی ماب دور و برش هست میکشه. کلا من هیچ مابی نباید زنده بذارم. سن نیست اینجا 1000 تا خوک و مرغ و گاو و همه جا اینجا من دیدم، همه چیز اینجا دیدم. گاو میگم گوسفند ندیدم. عجبا یه گوسفند ریسکو ببینم تو رو چون اینقدر عجیبه تو اینجوری فرار میکنه. کامان دوتا شیپ دیگه. لسکو باش زود باش بریم. اوکی یه هم چیزم هم داره میره بفهمم شمشیرم زودتر بکش اینا رو بریم ما. وای حاجی بالاخره بدمون درست شد. یکی دیگه اینا کی خوبه یکم دیگه هم اینجا هست دیگه هم ایناست. سلام الان میگیم چرا خب پیریزبک رو روشن کردیم یکی سازه کراسه یکی هم بسه اونی که مثلا بعضی چیزا رو این پکت تکسچر نداره خودش این پک کردن حالا از پیری پک بگیره. فقط نباید اسکای روشن باشه. نمیدونم چرا فکر کنم دیگه توی قسمت بعدی کنم پیری پک رو خاموش کنم تو اسکای شکر رو مخ چون سروایوال پیدا میده. آره رو مخ الان شب میشه مثلا پکی بود که اسکای شب و با روزش فرق میکرد خوب بود ولی الان که فرق نمیکنه واقعا خیلی بده. نصف شب آدم احساس کنه صبحه بخاطر اینکه یکم آسمونش خیلی نورانیه اونجا نور داره کلا احساس میکنه روزه. این چیز بده بعد میری بیرون یه جوری ما با تو رو میکشن داریم دیگه ماینکرافت رو حذف کنیم. اوکی منم یکمی مونده بود ویچه منو بکشه. اوکی بچه این شب رو دیگه تمام کنم ویدیو تمام کنم حالا تا یه سری بعدی که دوباره بگیرم. Let's go. ببینیم من چه تاق درست نکردم باید درست کنم. اوکی رفتیم چه برم ندارم اینا رو تا یه استک برمی داریم خوبه استک خوبه. بعد اینجا میایم با این 17 تا یه استک چوب درست کردم ملکی اومدم از این از بیا اینجا. چی داره میده؟ خب فوی مردم از ترس بچه. کامان لیتس گو بریم. ببینم وای اوکی یه بد درست کنیم. لیتس گو اینجا من کمپفایر چه نمیشون درست کرد. به کل خب یکی درست میکنیم و بعد از کمپفایر من یه بد درست میکنم تیخ تو تخت. بعد اینو تیخ تو تخت یه بد شد. دوتا هم پشم اضافی آوردم حالا بدمون میگیم چیکار میکنیم زردش میکنیم. یه رنگ دیگه اینجا زرده همه
اوکی سردش کنیم. آخه انقدر تو ویلیجا بودم تختای سرد داشتن حالم از سرد به هم میخورد. اوکی بعد وایسا. اوه فرنیس نه خب الان میدونم کمپایر بذارم تخت تو. اوکی کمپایر فکر کنم این آتیش میگیره. اوکی من اینجا بعد اینجا بچه اینم میذاریم اینجا و لسو. اینم از این سری بود اینم از این سری بود و تا قسمت بعدی فعلا بابایی بابایی بکنیم. وای